بزرگترین پروژه در تاریخ افغانستان، کانال مثنوی، اما پر از آب امید و خوشبینی. این دفعه واقعا احساس خوشی دارم که از وطن عزیز خودم افغانستان برتان میگم. اولا با امید آبادی، سرسبزی، پیشرفت و آرامی وطنم. دوما خدا کنه این اوضاع بر وفق مراد پیش بره و باعث توقف پروژه های ملی نشه تا بالاخره شاهد پیشرفت وطن عزیز خود باشیم. ساخت کانال هنوز به فاز دوم نرسیده، اما سرصداهای زیادی در سراسر جهان شده و جهانیان به حیرت مانده و البته بعضی ها را نگران کرده. اما بر ما که هر روز از وطن خود خبرهای منفی می دیدیم، این خبر خوش مثل این میمانه که جان تازه می گیریم و با امیدی که مشکل قحطی آب را حل بسازه. حال از محتویاتش براتون میگم. طولش 285 کیلومتر، عمق 8.5 متر و پهنایش 100 متر که از ولسوالی کلدار ولایت بلخ تا به فاریاب میرسه. روند کارش در سال 2022 آغاز شده بود و 200 شرکت شخصی در 114 بخش مشغول هستند و هزینه‌اش هم از بودجه دولت و مالیات تامین میشه و تقریبا 600 میلیون افغانی تخمین داده شده. و جالبی قضیه اینجاست که بدون هیچ کمک خارجی کار انجام میدن. شاید باورتان نشه، اما کارگرها هم خوش هستند چون معاششان به وقتش پرداخت میشه و مردم خوشبین است چون زیادتر از 200,000 زمینه کاری ایجاد میشه. مخصوصا تاثیر مستقیم داره روی زراعت و کشاورزی که باعث افزایش فرآورده های داخلی نیز میشه. 14 دروازه به خاطر جلوگیری از بالا آمدن آب در زمستان و کفش هم از صفحات کانکریتی نساختند تا که آب بیشتر به زمین جذب شود. و 2 پل، یکی بر بزرگراه حیرتان و دوم بر راه آهن ساخته میشه. امارت اسلامی گفته که تکمیل پروژه در اولویت کاریشان است و برای بهره برداریش افغانستان را در بخش کشاورزی به خودکفایی میرسانه تا دیگر دست افغانستان به جهانیان دراز نباشه. خدا کنه. دور بر کانال نلهای آبرسانی ساختند و درخت کاشتند تا زمین قوی شد و فکر کنم سولرهای آفتابی هم نصب کردند تا برق روستاهای اطراف را تامین کنند. مردم از این اقدام امارت اسلامی حمایت کردند و در این اواخر امارت اسلامی از دست گرفتن پروژه های ملی بیشتر خبر دادند و ما هم تصمیم داریم کلیپ‌های بیشتری از پیشرفت و ترقی افغانستان براتون تهیه کنیم. پس ما را فالو کنین و یادتان نره برای حمایت چینل ما را لایک کرده و زنگوله را فشار بدین. تشکر.